تاجیکانتیجه تقدیم میکند. الیف دردی سر نمی شود میگفتم، اما شد. همش از یک روی عبدی. خلیل عبدی را جنگ نکن، او عاشق است، دیوانه‌وار. درم بر محکم کردن الیف را اهمیت نده، پگاه رفته میکشاید. هرگز نیاچه برآورده سر نمی دهد، بس هرمان کلین کرده میبیارد. یوسف باشد الیف که پیدا شود او هم از حبس میبراید. الیف رو چقدر درم برداشته میتوانیم؟ چی گفتن میخواید و چه؟ خلیل از الیف خلاص شدنمان لازم. حاضر مرا نحس گوش کن، هم از الیف هم از یوسف و ابدیت خلاص میشده که یک راهی هست. سوزشم التماس گشاده شد. شما چی ها میگوید و چه؟ این خیل کار را کردن؟ خلیل دیگر چاره نیست، هم یوسف هم الیف به سرمان بلا می شود. اما چه؟ این درخواستتان؟ نه، نمیتوانم. خلیل میکنی، دیگر راهش نیست. بخوای دادرت حب شود و یوسف در کجه ها گردد. کنی خونی خرجانگی تو خلیل نامت گم شود. این را از من نخواهید و چه؟ یگان چیزی دیگر کنید، یگان راه دیگری یابید. این را بسرت انداز و در خانه شین. کاری تو نمیتوانستگی را من میکنم، فهمیدی؟ مایلش میکنم و چه؟ گفتگیتان بری میکنم.
حیف شد بیچاره دختر. ما یگان عیب نداریم، ما گفتگی رو کردیم. راست میگی یو؟ دیلم کم چهره شده خیر. بسیار دختر. ای شما چه پیچه دارید؟ کنی رفتیم سبیل خدا جان، جانم را عذاب نده، جانم را به آسانی بگیر خدا جان. تقدیرم تا به همین جا بوده است. خلیل شیر بچه من، شیری دادگیم حلالت بود. از همهشون خلاص شدیم اکنون. همهش تمام با یک تیر دو نشان. نه الیف است نه یوسف است. الیف مرد. از آن سراخی برآمدن یوسف خیلی مشکل. انا همین طور. عبدی پسرکم، عبدی عبدی خوب هستی؟ عبدی جا میگوید شما اوچا، جا میگوید. با الیفم چی کردید؟ با الیف چی کار کردید؟ اوچا الیفم را کشتید. اوچا اکا عبدی با الیف چی کار کردید؟ عبدی با خدای عبدی چی کار کردید؟ اوچا اکا عبدی چی لازم باشد آن را کردیم. برای تمام عائله همون چی لازم باشد آن را کردیم. الیف با تو چی شده؟ الیف عبدی خلیل عبدی با خدای عبدی با خدای عبدی خلیل بگوی عبدی چی حال دارد؟ الیف خوب نیست اوچا، من هم خوب نیستم اوچا. اکا تشکر. همیشه در وقتهای مشکلی هم می اویی. تو از جانب خداوند یک ملائکه ای. از درون علنگه ها به نخست برآمدید. فکر کردم در خوابم هستید. یوسف، او رو خلاص کردنم لازم. یوسف مردن مراد را میدونسته باشد.
بردنی دادرش را به او چی خیر میگفته باشم. من رفتنم لازم. رحمت من زینب رو دوست دارم. زینب رو دوست ندارم. من زینب رو دوست ندارم. زینب رو دوست دارم. من زینب رو دوست ندارم. مرحمت ابدی اکا صبحونه. لف کنین رو. اقلا یک پیاله چای می نشیدی. یگون چیز نمیخواهم. برید رو سکینه. مجبور نکنیدش. خلیل پایش بدتر شده است. به دکتر رفتن لازم. میرویم اوچه. عبدی بچیم این احوالت را بین. مرا راحت گذارید اوچه. عبدی بچیم. مرا دست رو گیرید. عبدی این احوالت را بین. احوال پایت را بین. دکتر رفتن لازم. چرا این را با الیف روا دیدید؟ با الیف؟ عبدی برای خوبی تو بود. الیف به یوسف عاشق بود. با دخترم اینقدر تو را دوست نمی داشت. رفته از بالایت شکایت میکرد. اوچه خواب. بیا بچه. احوال پایت بد. خیز به دکتر رویم. نمیروم. تنها موندن میخواهم. تنها مردن میخواهم. بس تمام. مایل شب دین نرو. من به خواجگی میروم اوچه. کار دارم. کارم که تمام شد میآیم. آن وقت به دکتر نرود هم. زده میبرم. مرا هم به ناحیه نمیبری. چی شد دخترم؟ التماس. البته بیا دخترم. دارو دخترم دارو. تشکر زیاد. خدا راضی باشد. камтар пас касалбон меояду шуморо ба ҳуҷраатон мебарад. ягон ҳамроҳатон нест? اوچه جون.
چقدر شد که پزمانم. خدا را شکر که آمدی. بچه من است بچه من. چقدر شما اوچا جان؟ خوبم بچه خوبم. تشکر. حالا باوریم نمیاد اوچا. گویا که دروغ باشد. هیچ باور ندارم که زیر خاک مراد خوابیده باشد. اوه دروغ می بود. کاش که دروغ می بود. مرادم جایت جنت باشد مرادم. آمین آمین. یگانه تسلی بخشی سوزی دلم انا همین پسرم. رفتیم دخترم. خدا شفا دهد. سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. چه خیلی هستی بچم؟ خودتون رو نگاه کرده میتوانید؟ پروا نکنید ما خوبیم. شما چه خیلی؟ خوبم بچم. پدر در کجا؟ یا آمده است و با دکتر گپ میزند؟ دادم نه آمدن، من تنها آمدم. چرا نه آمد؟ کارهایش بسیار بودگیست. کار و بار مانده با من مشغول می شود. نه البته. کارشان رو حل کنن می آین اوچا. اگر کارشان دراز کشد شما زیغ نشوید. کیستان؟ منم. امینه ایست. امینه اینها را برای تو آوردم. بین. لازم نیست. تشکر. شرم ندار. بین چه خیلی زیباست. با تو بسیار میزیبد. میدانی شکریت در بیمارخانه به دردش دوایی نبوده است. روز حساب میکنیم اکنون، یا امروز یا پگاه انتظاریم. بسیار زیق شدم. از خدا ناامید نشوید. نغز میشود انشالله. نغز نمیشدگی بر این. در سرش آماس برآمد. تو بر این من هم تنها میمانم. چه خیلی که میفهمی تو هم میدانی تنهایی مشکل است. زن هم باشی مرد باشی همش مشکل دارد. بیا امینه. نکنید این کارو رئیس. ای ناز نکنه اینها را گیر. امینه. توبه توبه. با چی روزها موندیم. آدم از زنش در بیمارخانه میخوابد و او باشد. رفتیم. بیا. شده رو سرجان تو رو انتظار میرویم. الیف خانم بیاناتتون امضا کنید. درآیید.
یوسف آزاد یوسف میتوانی روی. بیا یوسف میرویم از اینجا. در حبس بودنم را از کجا دانستی؟ الیف چرا جواب نمیدهی؟ چی شد؟ با تو اینجا بودنم را کی گفت؟ مراد گفت. مراد نزدت اومده بود؟ مراد او مرد الیف. یعنی تو مراد رو مردنش رو میدونستی همیشه؟ پیش از مردنش دیدی او رو؟ هیچ چیز رو نمیفهمم. چی شده ایستاده از الیف؟ یک جای به نظرت می آمده، اما عبدی با آدم هایش رو همان را بریده. عبدی خواهش میکنم از تو آنچی میدانی بگو با من. بگو با من. آرام شو یوسف، گوش کن مرا. همش در یک لحظه شد و ناخوش شد. همش کثافتی. زن و زنی میکردن. مراد قفا میرفت. جری در قفایش بود رو ندید. الیف با من تنها یک چیز رو گوی. مراد را کی کشت؟ عبدی کشت. او را عبدی کشت. میکشم تو رو مسخره باز. این سفر میکشم. سردی میکشم. مراد این سفر میکشم. باش مراد. میکشم. مراد پشتت را نگاه کن. مراد دقت باش. مراد اینجا. مراد میکشم. عبدی این کار را نکن. مراد مرگی مراد ناخوشی بود یوسف. عبدی همه خیر شدنش را نمیخواست. یعنی ناخوشی بود؟ همش ناخوشی بود؟ عبدی نخواست مراد را کشت. بس است الیف، بس است، خاموش. حالا هم دروغ میگویی. این یگان ناخوشی نیست، آن یک جنایت است و تو که چی را پنهان میکنی. اما پروا نکن، آن پنهان کردن هر چیزی باشد رفته از عبدی بفهمم. نکن یوسف، هرگز نکن. التماس باورم کن. به تو حقیقت را گفتم یوسف. حقیقت؟ کدام حقیقت؟ اگر نمیپرسیدم حتی نقل نمیکردی. تو باز از کدام حقیقت گپ میزنی؟ یوسف ناخوشی بود. مراد را عبدی نکشت یوسف. از عبدی را کشتن چی به دست می آوری؟ مراد باز می گردد مگر؟ قرجانی ها تو را زنده نمی گذارن. آنها هم تو را می کشن یوسف. نه، اگر به پلیس روم من یوسف را فروختگی می شوم. خدا جانی التماس به من یاریده. به من یاریده. الیف جانی من، از روی منم این کار شد. از روی من تو چنین شدی الیف. عبدی بچم، بیهوده خودت رو عذاب میدهی. من الیف را دوست میدارم آچه.
بسیار دوست می‌دارم اوچا. این را با اوچا را با دیده عبدی اوچا. بس است. تو را او پران پایت را به این حال آورد. تو را نمیخواست. از خانه گریخت. به شخصی تو را به همین حالت آورده میگیری اه؟ بس عبدی. تو یک قرجانی هستی. از یاد نبرار عبدی. تو یک قرجان هستی. کی حرکت میکنید؟ دیرتر. برادر آدم بر این گپ زن. کی حرکت میکنید گفتم؟ چی داد میزنی برادر؟ وقتش بیاید میرویم. کی حرکت میکنید؟ کمتر پس. با کجا دادر؟ با ایشیل پینر. مایلش این. نیکی 10 لیره میگیرم. مایلش. کار کنید نیستید. با کار نمیکردگی نان هم نیست. چی گپ میزنید؟ که من بطه چی شدم؟ خنوق خوردم. بسیار خنوق خوردم. چی گپ میزنید؟ کنی کار کنید. کار کنید. با کی میگویم؟ حتما باید کلتک خورید. التماس آقا جان نکنید کسل است. از پای کار شو. با تو چی شد؟ هی بچه. آقا چی شد؟ آقا چی شد با دادرم؟ آقا رو بچه هات هیچ گپ نیست. دادرم است آخر آقا دادرم است مرد. کنی خیز. از پای کار شو. چی استاده؟ خیز کنی؟ نیستید. شما هم نیستید. خیزید. همهش میگذرد. کار را دوام دید. کار کنید. کار. کمو خوب هستی؟ خنوق خوردم. بسیار خنوق خوردم. شو دادرم تو قط کن. بسیار خنوق خوردم. بسیار خنوق خوردم. زودتر باشد. بعد 1 ساعت باید ماشین رود. خلیل آقا. چه گپ سلیمان؟ از بچه ها یک تاش کسل شده است. بیهوش شد. تب دارد. سبیل ماند. گفتم که صحت هایش را ده. گیر کودک را به کهیا برگردان. با جای شگان صحتش را گیرم چی؟ لازم نه. پولش را گرفته بیار. رو. حالا هم تمام نکردید؟ تمام شد آقا. چنگک را کشید. بندها را درست بندید. احمد بفرمایید آقا. خواجگی را نگاه کن. سلیمان یک کار دارد. من تا خانه رفته میایم. مایلش خلک. کار را دوام دهید. کنی بنده را کشید. خدا جان التماس پیش از یوسف بده هرسم. باید با کشتن عبدیمون نشوم. کلی بچه زودتر راه گرد. اون طرفیست. بچه با تو این بگونان نیست. آقا جان قربان شما با کجا میبری اونا؟ آقا جان قربان شما با کجا میبری اونا؟ رفتین زودتر. کبا لخت
لختک با زینب میرویم لختک تو با زینب معقول شوی زینب با تو معقول شود تو زینب رو دوست داری میرویم چرا ایستادید؟ رسیدیم. من راست میروم به طرف فرما میروم. با شیلپینر میروید گفتید کو؟ من از جنگل میون عبور کرده رو میرسی. یوسف 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 مراد مرد. فهمیدم فوزیل. میدونم رفتنم لازم فوزیل. یوسف یوسف فوزیل خواهش میکنم. یوسف یوسف رفتنم لازم. زینب پزمان رفتن لازم. من میروم. با زینب میرویم. با زینب میرویم. لختک ازبن تمام دیگر یگان چیزمون. همه را فرستاندم. معلش نجیب تو دوام ده. معلش زینب کنی میرویم. بیا دخترم. دو با زینب میرویم. دو لختک خنده نمک دیوانه خدا زده. زینب پیشت را نگاه کن زینب. پیشت را نگاه کن. پیشت را نگاه کن گفتم. زینب
لیلا لیلا خدا رحمتش کنه. زنده باشید دوستان، سلامت باشید. زنده باشید. سلامت باشید. بیا امینه، بیا دخترم. شکریه‌ро ба беморхона бурданд. راست خدا شفا دهد. валло дардаш шифо надоштааст. дар майнааш омос доштааст. ҳамин хел не амина? ту аҳволи шукриярро беҳтар медонӣ. бо раис зуд гап мезанед кун. ӯ нақл кардагист. тавба рафтем аз ин ҷо. ҳар чӣ кор кунам? ҷавон аст ҳоло. ҷавон аст гуфта ҳама кор мумкин аст магар. хай дунё ҳамин. ин хел намешавад. зиқ наша, гирия накун амина. بیا دخترم. بیا. раис маро ором намегузорад оиша хола. то даҳани дарам омада ҳар гуна чизҳоро мебиёрад. اوه علی جنگیز، اوه تو اهمیت نده. تو را میدونستگی میداند. монед оиша хола, ман ба гапи онҳо гирия намекунам. ман аз набудани акрам месозам. ин ҳоламро бинед. алами марги фарзанд дилатонро месӯзонад. шумо бошед маро тасаллӣ мекунед. оиша хола, ман ин хубиҳоиш моро чӣ гуна бармегардонам. ором шав. очия, ман як ба хона равам. ӯ маро бинам. рав духтарам, рав. кӯдакро танҳо намо. мо бо амина нишаста суҳбат мекунем. ҷонам. вой вой, ҳайф шудааст бача. бечора оиша. ҳоло кӣ медонад дар чӣ ҳол аст. ғами фарзанд дигар аст, ба чизе монанд нест. оча медидед парешон шуданд. оиша янга марям апа явуз. уф бачаам, осон ме. касал ҳам набуд, мурда рафт. шояд аз ин сабаб али ченгиз наомад. ҳоло ба онҳо машғул будагист. чӣ хел ояд? рост мегӯед оча. дадам онҳоро ҳеҷ гоҳ танҳо намегузорад. аз ин рӯ наомад. дигар чӣ шавад бачем? хеле шуд ки наомад. чӣ хелед холаҷон? чӣ гӯям? ҷавобаш баромад меҳамшира хонум. баромад. аммо барои қарори аниқ машварат мекунанд. ба чӣ медароянд ҷемо? ман ҳам нафаҳмидам оча. чизи ганда нест, аммо کودک بیمار نمیبینی؟ خلیل او را بازگرداند. شمال کشیده است. اسپرین ندادی ساز میشد. گپا دراز نکن، با 2 اسپرین تو را صحت کن. ما به تو از اول گفتیم مالی کسل نمیخواهیم. غمگین نشو، صحتش گیر. بیو مانا کانی قبض گودکو، کانی قبض. تو صحتش گیر. نه که نه. تو پول را ده. گپا دراز نکن، پولته، پولا. شین با ماشین دردی سر شدی با من. تیز برو بر آقا کای آقا نه برو ابلا خوشت ابلا. این دختر الیف نیست مگر؟ ها او والله او الیف
اليف اليف توبه دیر شد و حالا هم نکشدن. همه چیز از کیفیتشون وابسته. دلشون کی که خواهد همان زمان میکشویند. عبدی رو ندیدید؟ ما از کجا میدونیم؟ عبدی کجاست؟ والله ما هم نمیدونیم. عبدی رو ندیدید؟ عبدی کجاست؟ در خونه بودگیست. یا توبه. الیف اپا؟ عبدی در کجاست؟ حضان مادر خوب هستید؟ حضان مادر خوب هستید؟ حضان مادر عبدی در کجاست؟ در بالا در اجرش. عبدی الیف هستید؟ الیف تو زنده ای الیف. گریز عبدی گریز. یوسف میآید تو رو میکشد. برآمد می سوال دادنت رو مان عبدی. به مرگ مراد سبب شدنت رو میداند. آمده تو رو میکشد. هرچی گفتم گوش نکرد. اول نگفتم که پنهان کردنم رو فهمید. باز هم غضبی شد. با او دروغ گفتم اما او فهمید. عبدی میداند تو رو میکشد. از پشتت بیهوده و محبس میشیند. رو عبدی التماس. تمام. در کجاست؟ کنه الیف اوچه؟ الیف اوچه؟ این دفعه میکشمت عبدی. یوسف با کجا؟ یوسف آیشه خاله. یوسف بچم با کجا؟ یوسف پسرم سید بابا در دستش سلاح و خانه قرجانی ها رفتیم. برای دورو از اینجا از دیه گریزونه. پنهان کنید التماس. عبدی نیست گریز. یوسف تو رو میکشد میگویم. رو عبدی. اوچه دیدید الیف فکری ما رو میکنه. بینید یوسف میکش. الیف یک بار به تو چی شد؟ چرا به عبدی یاری میدهی؟ بس نیست؟ اینقدر خونریزی ها، اینقدر دروغ و غم بس نیست؟ چی میخواهید؟ باز چند کس مردنش لازم؟ باز چقدر حیات سوزد؟ به حیات یوسف، به سیاه کردن حیات یوسف اجازت نمیدهم. دانید این رو. عبدی برو بیرون. عبدی با تو میگویم برو بیرون. عبدی کجاست؟ یوسف دادرم میدانم عبدی در بالاست. برو از چیکار میکنی یوسف؟ نرس برو خلیل. یوسف نکن. کنی عبدی چی کار میکنی یوسف؟ خلیل نرس برو. رو از اینجا. عبدی این کارو نکرده. یوسف آرام شو. دیوانگی نکن یوسف. برو بیرون عبدی. برو با تو میگویم. عبدی این کارو نکرده. اینجا برو. چیکار میکنی یوسف؟ اینجا برو. میکشم. ماچت رو پارتو. با تو گفتم که روز شب عبدی تو رو میکشد. التماس به یکم جرات پنهان شهد تو رو میکشد. بین اینجا. یوسف با کشتن پسرم اجازت نمیدهم. ماچت رو پارتو. خلیل سرده. یوسف نکن.
الیف تو در اینجا چی کار میکنی؟ یوسف بچم ایست خون ریزی نکن یوسف نکن بچم من سلاح را دیگر کسی نمورد یوسف تو با من خیانت کردی الیف. نفهمیده ایستاده یوسف. بیسرم من به اینجا. خاموش گپ نزن الیف. بیسرم من دیدگیم رو دیدم. یوسف خوش میکنم مرا گوش کن. یوسف عبدی دیوانه شدی ایست. عبدی دیوانه شدی ایست. نکن یوسف یوسف بچگی نکن یوسف با تو نمیزه شو نکن یوسف نکن یوسف مراد را نکن جانم نکن یوسف با آنها برابر نشو یوسف سلاحت را پردار یوسف بیعقلی نکن دادرم را او کشته است آچا مراد را او کشته است یوسف مراد چه گناه داشت؟ او چه گناه داشت؟ گم عبدی تو چی کار کردی عبدی چرا؟ بچم چرا؟ فلاکت بود. من نکشتم الیف گپ زن آخیر الیف گپ زن. چرا خاموشی؟ برادر نامرد خودت را به اینا برابر کشنده دادرم برا من پرتای را کتون فایده نداره مریم از این یگان فایده نمیگی شد او دادری مرا کشته بفهمه آرام شد التجا میکنم ناخواست شد گوی و برای چی تو جیب میشینی گپ زن. الیف دخترم چی گپ شد؟ کنی تو گپ زن و ما فهمم. من میدانم شما با من باور نمیکنید. سید بابا همه تا با من باور نمیکنید. کشتار را او کرده است. یوسف نکن بچم من سلاح را فلاکت بود. من نکشتم. فلاکت بود. من دان قاتل ایستا یوسف برای آمده لعنت. یک بچه‌ام را کشتی و این از اجازت نمیدی هم یوسف دف شود خونم گم شو از اینجا. برو از پشت در برو عبدی. یوسف اگر وی گناهگار باشد گناهگار را جزا دادن کاری بنده نیست. اگر تو حاضر کلنگ را زیر کنی تو هم قاتل میشوی. در نزد خدا مثل قاتل ایستادن تو را نمیترساند. کنی به من گوی او دادری مرا کشته است سید بابا. دادری مرا کشته اگر حتی چنین باشد تو با آتش انتقام کی را میسوزی؟ شیطان را یا رحمان را؟ آیشه خانم تو راضی هستی به این؟ راضی هستی؟ نه یوسفم نه. آشا شما چی کار میکنید؟ آشا او قاتل مراد است. دستت رو نگاه دار. یوسف آرام شد. نکن نبران مگر نمیشنوی که سید بابا چی میگوید؟ التجا میکنم نبران 10 سال حسرت کشیدم. 10 سالی دیگر نمیتوانم یوسف. مرادم رفت تو هم میروی یوسف.
به نزد خدا قاتل شده میروی یوسف. بران مرا بران یوسف. بچم یوسف. اوچا یوسف یوسف گوش کن مرا. یوسف خواهش میکنم مرا گوش کن مرا. تو مرا از پشتم کارت زدی الیف. من به تو خیانت نکردم یوسف. من دوریست تو از من. تو را دیدن نمیخواهم. یوسف. الیف دخترم. من خواهی نیستم آیشه خاله. عقلش رو گم کرده است. او به خود نیست. من او رو حمایه کردن خواستم. من یوسف رو حمایه کردن خواستم آیشه خاله. تمام دخترم. بیا جونم بیا. قاتل دادرم را کشتی. قاتل قاتلان امون رواد. به خانه مادرش میرود. نرود پسش. دیگر مسئله های فکر میکردگیمون هست خلیل. دادرت را بین. قاتلان الیف اینجا بیا با تو گفتنی های دارم. به حالش گذار علی جنگیز. من به خودش آید. روم آیشه خاله. به این هم به خانه شما در اومده نمیتمونم. بیبی جان جانکم. جانی من. مریم دخترم. بیا جانم بیا. جانی من. شما چه ها میگویید یزمه؟ چه ها میگویید؟ خالم چرا میمرده است؟ و علیکم السلام. در سرش آماس است الیف. آن بیماری سببگار. التماسی از نروید. من نزد خالم روید. من اکنون مردم. تمام خود را به دست گیر. الیف امروز عبدی را حمایت کردند خوشم آمد. کاش که از اول همین خیل. چه ها میگویید؟ خالم میمرد. زنتان میمرد. شما باشید در فکر دیگری. مایلش من فکر دیگر شود. گفتم که خیز میرویم. بیا هوا تاریک نشده به ناحیه رویم. سعید بابا حقتون را حلال کنید. من با شما نادرست رفتار کردم. ببخشید. از غمی مراد دیگر چیزی را حس نمیکنم. الله تعالی به انسان طاقت غم را نمیدهد بچم.
با من رفتار دغلانه کردن چندان مهم نیست، لیکن نسبت حق نادرست رفتاری از سرحد گذرد، بازگشتش خیلی مشکل می شود. احتیاط کن و صبور باش بچه جان. راست میگوید سعید بابا، خودداری نکردم، از روی نفسم حرکت کردم. با درد مراد نه، با درد جهلم افتیدم. مراد عبدی جزایش رو میبیند، کردگیش به جزا نمیماند دادرم. برخیز بچه جان، میرویم. دخترک زینب رفت، زینب رفت، زینب رفت، زینب رفت، زینب. انا همین خیل قماندان، همش حرف با حرف گفتگیم برین. خواطر نشوید، از واقعه با خبرم. از بالای سرجنت ذکر شده پیشتر یک چند شکایت آمد. در مدت کوتاه چاره‌اش رو میبینیم. خواطر نشوید. همه این گفتگیاتون برای پیشرفت مرافعه از بالای شخص ذکر شده کمک میرسوند. مسئله رو زیر نظارت میگیریم. قماندان، ما شما را همیشه همین خیل میشناختیم، جانبداری حق و حقوق دانستیم. شکر خدا که فریب نخوردیم. دیگر مسئله باشد دستورهای لازمی را در حال میدیم. سلامت باشید قماندان. اکا چی میشود اکنون؟ ما رو خلاص کنید اکا، ما رو خلاص کنید، افسودم نمیخوام. خلیل، فکر در زنت، دادرت در غم جان. عبدی نترس، نترس بچیم، ما همین جایم عبدی، کسی به تو ضرر نمیدهد. خلیل، عبدی را به باغخانه میبریم، یک چند وقت آنجا ماند. کنی نشین، زودتر باش. باغخانه آنجا ما رو کسی نمیابد، با حبس نمیروم. اما ژاندارم اگر بیاید چی؟ یوسف آنها رو تیزتر بیارد چی؟ اوچه اکم تیزتر شود؟ تو پروا نکن. شما با این ماشین نشینید. کنی بچه ها، کنی میرویم. قاتلان مراد را کشتن، قاتلان مراد را کشتن. قاتلان مریم دخترم، با تو چی شد؟ مریم با تو چی شد؟ مراد را کشتن، قاتلان. مریم جان، مریم آرام شو. مریم آرام. قاتلان جون، مراد را کشتن. چی شد؟ من تو میگویم. اوچه آنها قاتلند، قاتلند، آنها مراد را کشتند. قاتلند، قاتلند. دخترم مریم دروغ نکردن. قاتلان.
فرا ابله کنی فرا آقا کجا برویم آقا؟ من از تو بیزارم. بیماریت خطرناک است. به دیگران گذرد همش اسراف می شود. ضرر می بینم. آقا کای آقا نپرتوید. التماس التماس. اوچا نترس بچم نترس. هیچ چیز نمی شود. کنی آیسته 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 آیسته. با دقت باش خلیل. مایلش اوچا. آرام باش آرام باش. نترس. در پناهی از تو باشی. خیلی زیبا زیبا. چی این چی این چی کودک آقا کودک با من یاری رسانید آقا. خیز به دکتر رویم. یاریده خیز کنی خیز کنی خیز دلیت خب تو امروز الیف را بیهوده رنجاندی یوسف. التماس سید بابا این مسئله را نکشایید. اول پرسیش وانگه کشیش خلق چنین میگوید. این مسئله عیان است که مسئله الیف برایم محکم است. حتی دیگر اصلا کشوده نمی شود. اکا ژاندارما ها واهمه نکن چیزی نمیشه. قراجونی ها بودند. میگریزند. گردونید ماشین را گردونید گریخته ایستادند. چی شد اکا؟
نمیدانم. اکا من بسیار میترسم. نترس. چی شد؟ دیده ایستادم. تسترکا جون. عبدی ژاندارما ها میقپند اکا. چی گپ؟ ژاندارما ها اکا. آرام باش. اکا آرام شدن نمیتوانم. آرام باش. آمدند. اکا. کدوم شما عبدی قراجان هستید؟ باز وا خوردیم عبدی. دستگیر کنید. اکا یاردم کن. آرام شو. آرام باش.